اگه بدونید بعضی از وسایل خونتون ممکنه سرطانزا باشن، چه حسی پیدا میکنید؟ شاید الان کنار این وسایل نشسته باشین یا حتی ازشون استفاده کرده باشین. امروز میخوایم از 10 وسیله‌ای که توی خونمون داریم و میتونن خطرناک باشن پرده برداریم. آخرین مورد شما رو شوکه میکنه، پس تا آخر ویدیو همراه ما باشید. محصولات پلاستیکی قدیمی. میدونستید ظروف پلاستیکی کهنه و خطدار میتونن مواد شیمیایی خطرناکی مثل BPA آزاد کنن؟ این ماده میتونه به هورمون‌های بدن آسیب بزنه و حتی خطر ابتلا به سرطان رو افزایش بده. پس اگه هنوز از این ظروف استفاده میکنید، وقتشه با ظروف شیشه‌ای یا استیل جایگزینشون کنید. خوشبو کننده های هوا. این خوشبو کننده ها شاید بوی خوبی داشته باشن، ولی بعضی هاشون حاوی فرمالدهید هستن، ماده‌ای که دانشمندان اون رو به سرطان مرتبط میدونن. به جای این اسپری ها از گیاهان معطر مثل استخوان‌دوز یا دستگاه‌های بخور استفاده کنید. ظروف تفلون خراشیده. تفلون خراشیده مثل یه بمب شیمیایی توی آشپزخونه‌تونه. وقتی این ظروف خراشیده میشن، مواد سمی وارد غذای شما میشن و میتونن به سلامت شما آسیب بزنن. وقتشه به سراغ ظروف سرامیکی یا چدنی برید. محصولات شوینده شیمیایی. بوی تند شوینده ها فقط آزاردهنده نیست. بعضی از اونها حاوی مواد سرطانزا هستند که با پوست و ریه های شما تماس پیدا میکنن. برای تمیزکاری از سرکه استفاده کنید، هم طبیعی تره هم امن‌تر. اسپری های حشره کش. این اسپری ها شاید حشرات رو از بین ببرن، ولی مواد شیمیایی داخلشون میتونه برای شما و عزیزانتون خطرناک باشه. استفاده از روش‌های طبیعی مثل تله‌های خانگی یا گیاهانی مثل نعنا جایگزین بهتریه. لباس‌های خشکشویی شده. لباس‌هایی که با مواد شیمیایی خشکشویی شدن ممکنه حاوی مواد مضر باشن که به سرطان مرتبطه. بهتره از خشکشویی‌هایی استفاده کنید که از مواد طبیعی استفاده می‌کنن. فرش‌ها و موکت‌های جدید. بوی فرش یا موکت جدید شاید خوشایند باشه، ولی این بو معمولاً از مواد شیمیایی خطرناکی میاد که میتونن وارد هوای خونه بشن. بهتره قبل از استفاده فرش رو در فضای باز بذارید تا بو و مواد مضرش خارج بشه. شمع‌های معطر ارزون قیمت. شمع‌های معطر معمولاً از پارافین ساخته شدن که موقع سوختن مواد شیمیایی خطرناکی آزاد میکنن. از شمع‌های ساخته شده از موم طبیعی استفاده کنید. محصولات آرایشی قدیمی. لوازم آرایشی کهنه یا ارزون قیمت میتونن حاوی مواد شیمیایی خطرناکی باشن که از طریق پوست وارد بدن میشن. همیشه تاریخ انقضای محصولات آرایشی و بهداشتی رو چک کنید. این شاید باور کردنی نباشه، ولی کاغذهای رسید خرید که هر روز میگیریم حاوی ماده‌ای به نام BPA هستن که از طریق پوست جذب میشه و میتونه خطر ابتلا به سرطان رو افزایش بده. پس دفعه بعد که رسید گرفتید، اونو سریع بندازید دور و دستاتون رو بشورید. حالا که این وسایل خطرناک رو شناختین، وقتش خونتون رو امن‌تر کنین. با تغییرات کوچیک میتونین سلامت خودتون و خانواده‌تون رو تضمین کنید. توی کامنت ها بگید کدوم از این وسایل رو توی خونتون دارید و چه راهکاری برای حذفش پیدا کردین.